شما هیچ تعلقی به اهل سنت ایران ندارید. شما فقط از اون انگلیس خبیث حقوق میگیرید که تفرقه بندازید بین مسلمان ها. اگر شما دوستدار حضرت علی باشید، معاویه نباید بگید رضی الله عنه، معاویه لعنت الله. لعنت خدا بر اون مرجعیتی که این تفکر رو در ذهن شما ایجاد کرده. شما بر راه عبدالله ابن سبع یهودی هستید، همون کسی که علی مجازاتش کرد، همون کسی که ادعای خدایی برای علی کرد، همون کسی که دشمنی با صحابه رو در دستور کار خودش قرار داد. علی رضی الله عنه با معاویه رضی الله عنه صلح کرد. تو دیگه چه کاره هستی که بخوای در رابطه با معاویه یا علی سخن بگی؟ حسن با معاویه صلح کرد. حال آخوندها میخوان بگن از حسن هم ولایی‌تر هستن. شما هیچ حرفی برای گفتن در قبال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین ندارید.